اعلام خطا میشه و ضربه آزاد فر چسبیده به محوطه جریمه. ثابت ایمانی توپ ارسال میکنه، ضربه سر میتونه زده بشه. اولین خطر جدی رو ملوانی میخوان مالکیت توپو در اختیار بگیرن. اشتباه سفرزاده. حالا فرصت میره برای تیم خیبر به دست بیاد، موقعیت وارد محوطه جریمه میشن. به دنبال توپ امیر حسین فارسی و کرنری که به دست میاد. حالا اولین کرنر بازی برای با سرعت بالای خودش دنبال توپ بود به هر شکل ممکن. کرنر برای تیم خیبر کوتاه زده میشه، موقعیت هست و توپی که به تور کناره دروازه برخورد میکنه، هم مسیر رو هموار کنه. اینجا بود که خطا بازیکن فصل گذشته تیم پیکان توپ ارسال میشه، برگشت توپ رو شاهد هستیم و حالا خیلی سریع فارسی با سرعت بالای خودش، خیلی بازیکن خوب و خط پیش فوق‌العاده بود. حالا سمت راست فضای خوبی رو گودرزی در اختیار داره، موقعیت برای تیم خیبر، توپ ارسال میشه به محوطه جریمه و ملوانی ها با حسین صادقی توپ میارن. حالا برای تیم ملوانه، نوبت ملوانه. امیدواریم بازی تو مستطیل سبز گرم و جذاب دنبال بشه و توپی که غلامرضا ثابت ایمانی زد بدون اینکه به دردسر بیفته محمد رضا دیناروند تو میده که میخواد توپو بلند پرتاب کنه به محوطه جریمه. تو شلوغی محوطه جریمه برگشت توپ، باز هم اسماعیل بابایی موفق، حسین صادقی، گودرزی، ببینیم توپو ارسال میکنه یا نه، نگه میداره. علیرضا رمضانی توپو برگشت داد، حالا به زیر توپ میزنه گودرزی و فرزاد طیبی پوری که خیلی مسلط خوب برای ملوانی ها. توپ ارسال میشه، ضربه سر زده میشه و تیر دروازه به لرزه در میاد. چه موقعیتی رو داشتن ملوانی ها دارن نشون میدن. حالا فرصت این طرف برای تیم خیبر و فرزاد طیبی پوری که به هر شکل ممکن اجازه تیم خیبر پرتعداد تو محوطه جریمه. ارسالی که انجام میگیره خیلی بلنده از سمت چپ، ابوذر سفرزاده. حالا موقعیت هست، توپو میفرسته به محوطه جریمه، یه اشاره رو میخواست تا دروازه پاس میده. خود حیبی یک و دوی قشنگ، حرکت عالی، ابوذر سفرزاده پاس رو به جلو. چه موقعیتی بود. تقدیمتون میشه، یه وقت خوش گرفت، داور اعتقادی به خطا نداره. حالا ضربه‌ای که زده میشه به سمت دروازه روی حرکتی که مهدی گودر، حالا پرتاب بلندش میاد وارد 6 قدم میشه تو شلوغی محوطه. چه موقعیت خطرناکی برای تیم خیبر. جریمه حالا زده میشه، توپ ارسال میشه، ضربه سر. چه فرصتی بود، یه جورایی رو خط دروازه عارف قزل توپ رها کرد تا آفساید نشه. حالا موقعیت این طرف و ثابت ایمانی یه جورایی نجات داد. بازیکن خوبی وارد محوطه جریمه میشه، میتونه ضربه رو بزنه، برخوردی که شک میگیره. داور نزدیک صحنه، یه خورده کارش سخت شد. موقعیت برای خیبری ها، تیرک دروازه و حالا توپ رو ملوانی ها برمیگرد. ارسال میشه به محوطه جریمه و توپی که وارد دروازه شد اما اعلام خطا میشه. سر بندازه، یه لحظه توپ رو با یه عالی از سفید چغایی، حالا تند و تیز میاد وارد محوطه جریمه تیم ملوان میشه. دانیال ایری که به هر شکل ارسالش بلنده به تیر دورتر و فرزاد طیبی پور یه لحظه تو بعد دستش رها شد. داورم بازی رو نگه نداشت. الان اختیار دارن. حالا فرصت خوب، رمضانی ضربه رو میزنه به سمت دروازه. چه عباس حیبی، حالا پاپی ارسالای خیلی خوبی داره. توپ فرستاده میشه به محوطه جریمه، پشت محوطه ثابت ایمانی ضربه رو میتونه بزنه. همچنان موقعیت هست برای ملوانی ها. سفرزاده ارسال، ضربه سر، عکس العمل خیلی خوب و توپی که چجوری از رو خط دروازه بیرون میکشه. تعداد ملوانی ها تو محوطه جریمه خیبر هستن. توپ ارسال میشه، ضربه سر زده میشه به سمت دروازه و برای عارف قزل. حالا موقعیت برای تیم خیبر، خیلی خوب سعید کریمی اومد توپو بیرون فرستاد. حالا سفید چغایی، گودرزی سمت راست میتونه توپ ارسال کنه تو محوطه جریمه. موقعیت برای خیبری ها، برگشت و ضربه‌ای که ضربه سر سبحان پسندیده پشت محوطه جریمه. حالا فرصت میره برای خیبر به دست بیاد، موقعیت خوب تو محوطه جریمه و حالا توپو برمیگردونن. ضربه سر به دنبال توپ امیر حسین فارسی. حالا حرکت در عرضش به نظر آفساید میرسید. دروازه ارسال کنه، ارسالش به محوطه جریمه، ضربه سر زده میشه و توی دروازه گل برای ملوان. چه کسی هم گل میزنه.
میزنه. ابوذر موقعیت هست برای ملوانی ها. عبدی اولین فرصت جدیش و ضربه محمد طاها طباطبایی پرتاب رو شجاعی انجام داد. چرخش خوب فارسی وارد محوطه جریمه میشه. فرصت برای تیم خیبر. یه لحظه تو بعد دست فرزاد اونور چه فضایی رو ملوانی ها دارن. حرکت خوب علی نژاد میره که تک به تک بشه. مهدی موقری رو هم داره اما پاس آقایی میبره سمت راست. فرصت برای ارسال هست. ارسال به محوطه جریمه. دانیال ایری اونجاست. ضربه سرزده میشه و حالا به هر شکل ممکن آقایی میبره سمت راست. فرصت برای ارسال هست. ارسال به محوطه جریمه. دانیال ایری اونجاست. ضربه سرزده میشه و حالا به هر شکل ممکن فرزاده که به دست بیاد. صاحب توپ فردین یوسفی توپ ارسال میشه. برگشت توپ توسط دانیال ایری. نصف و نیمه توپو برگشت داد. حالا موقعیت دیگه برای تیم خیبر. تورانیان یه برخورد رو داشت با طباطبایی. حالا سمت چپ فرصت خوب برای تیم خیبر. یه برخورد شکل میگیره. داور بازی رو نگه میداره به نفع تیم ملوان. ضربه بلندش میاد تو محوطه جریمه تیم ملوان. پشت محوطه. حالا فرصت برای تیم خیبر. خطرناک این موقعیت و میگردونه نصف و نیمه پشت محوطه جریمه. حالا فرصت دیگه برای خیبری ها. پاس تودر ارتباط رو به خوبی مهدی موقری قطع کرد. حالا ملوانی ها میرن که یه ضد حمله رو تدارک ببینن. مهدی عبدی یه مقدار تک و تنهاست. تلاشش نرسه به محوطه جریمه. یه ضربه سر. موقعیت برای خیبری ها. سمت چپ علی شجاعی میخواد رو بفرسته به محوطه جریمه. سعید کریمی باز هم موفقه. ملوانی ها کم اشتباه بودن انصافا تو کار کاپیتانشون محمد آقا جانپور. توپ ارسال میشه میاد پشت محوطه جریمه ملوانی ها. سامان تورانیان یه لحظه توپ از پاش فاصله گرفت. حالا راه میندازه علی نژاد رو. موقعیت خوب برای توپ ارسال میشه به محوطه جریمه. ضربه سر و حالا توپی که در اختیار میگیره فرزاد طیبی پور میزنه تا پشت محوطه جریمه میاد. یه ضربه سر. فرصت برای خیبر. برخورد محوطه جریمه تیم ملوان. ضربه سر رو ملوانی ها زدن. برگشت توپ پشت محوطه جریمه. سفید چغایی ارسال. توپ به هر حال کورنر زده میشه. برگشت توپ باید تکرار بشه. ضربه دروازه و صدای سوت داور.